دوستان عزیز بیننده که خاطرتون باشه در ابتدای قیام 88 تو همون خرداد ماه که تازه قیام اوج گرفته بود و خامنه‌ای هم حسابی غافلگیر شده بود، تو اولین نماز جمعه بعد از انتخابات خودش اومد به صحنه و یه سری دود و دم و خط نشون اینا برای جوانهای قیام، یه تیکه هم برای مظلوم نمایی در مقابل بسیجیای پامنبری خودش اومد که خیلی موندگار شد. به طور خاص تو خیلی از طنزهای پیک شادی ازش استفاده کردیم. همون قسمتی که میگفت من جسم ناقصی دارم، بعدم بسیجی‌ها دیگه شیر آبگورگیری رو باز میکردن و تو سر خودشون میزدن و ناله ها میکردن. حالا یکی از دوستان خوش‌ذوق ما به نام آنیمارو همین قسمت از صحبت‌های این عظمای مفلوک رو دستمایه یک انیمیشن کوتاه با فکر خیلی خوب کرده و برامون فرستاده تا اون رو در پیک شادی پخش بکنیم. انیمیشن مغز شیطان، کاری از آنیمارو. من جان ناقابلی دارم. جسم ناقصی دارم. اندک آبرویی هم دارم که اینجا هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد. اینها هم نثار شما باشه.